تاریخ ایران. همایی بی نهایت متشکرم که اجازه فرمودید گفتگویی با شما داشته باشیم. خواسته گفتگویی داشته باشیم درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی با شما که شناخت ارزنده از دنیای پر رمز و راز مولانا دارید و این بار گفتگومان را درباره دنیای پر حماسه و شاید جوانب دیگه هم که شما ضمن گفتگومان اشاره خواهید کرد، دنیای پر حماسه حکیم ابوالقاسم فردوسی. اجازه بفرمایید من اولین سوال رو اینطور با شما مطرح بکنم که شما برای ما و برای شنونده های صدای ایران بگید که ارتباطتون با شاهنامه از کی شروع شده، از کجا شروع شده و چطور شروع شده تا بپردازیم به سوالهای بعدی. سوال شما از شاهنامه استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی است که شاهکار شعر و ادب فارسی و یادگار گرانمایه تاریخ و حماسه ملی ایران است. می‌خواهید درباره این اثر ارجمند جاودانی گفتگو کنیم. خوب است به پیروی از همون استاد سخن خود را به ستایش یزدان پاک آغاز کنیم. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. خردگر سخن برگزیند همون برگزیند، یا در بعض نسخه ها همون را گزیند که بیند همین. وقت نیست تا این شعرها رو برای شما تفسیر کنم. میرویم در سر سوال شما. میپرسید که من با شاهنامه از چه وقت و چطور آشنا شدم و نظر من درباره این شگرف نامه شاهانه چیست. 7 ساله بودم که پیش پدرم کتاب نامه خسروان را به درس می‌خواندم. کتابی بود چاپ سنگی به قطع کوچک با خط از تحریر خوش و تصویرهای زیبا از پادشاهان قدیم ایران، شامل سلسله پیشدادیان و کیان و ساسانیان، تألیف جلال الدین میرزا، از شاهزادگان فاضل قاجاری که شاهنامه فردوسی را از نظر سرگذشت تاریخی خلاصه کرده و آن را به نثر فارسی ساده سره بدون عربی نوشته است. درست ضد تاریخ معجم که تاریخ شاهنامه را با نثر بسیار مغلق نامفهوم پر از مجازات و کنایات و استعارات و لغات و امثال عربی و امثال و اشعار عربی تألیف کرده. خانواده ما همه اهل علم و شعر و ادب بودند. از دیرباز با شاهنامه آشنایی داشتند. پدرم مردی بی تمام معنی عالم ادیب شاعر هنرمند بود. در حکمت و فلسفه شاگرد مرحوم آخوند مولا محمد کاشانی، مدرس معروف علامه اصفهان بود. خط نستعلیق مخصوصاً کتیبه نویسی درشت را بهتر از همه معاصرانش می‌نوشت. کار به این حرف نداریم. گاهی در اثناء درس می‌فرمود که تفصیل این مطالب رو بعداً در شاهنامه فردوسی خواهی خوند. خوندن نامه خسروان در آن ایام هیچ کجا معمول نبود.
فقط پدر من این کتاب را انتخاب کرده بود. من هم در آن تاریخ نمیدانستم که چرا پدرم این کتاب را برای درس من اختیار کرده است. بعد فهمیدم که مقصود او این بوده است که بنای آشنایی مرا با شاهنامه فردوسی پیریزی کرده باشم و انصافاً خوب فکری کرده بود. همون نامه خسروان که در 7 سالگی به درس خونده بودم هسته مرکزی و سرمایه اصلی ارتباط من با شاهنامه گرد. خوب است عرض کنم که در قدیم آقا برنامه دروس هدف معین و مشخصی داشت. مثلا کسی که میخواست فرزند خود را فقیه تربیت کنه یه برنامه مخصوص داشت. ادبا و شعرا برنامه مخصوصی داشت. طبیبها برنامه مخصوصی داشت. حتی کسانی که میخواستن پسرانشون وزیر بشند و صدر بشند و مدیر کل بشوند و سیاست پیشه باشند درس مخصوصی داشت. لابد دلتون میخواد اون درس شما هم بدونی، ولی نه، برنامهش عوض شده. خواهش می‌کنم. عرضم این است که خلاصه مثل امروز نبود که آقا شاگردان بعد از دیپلم گواهینامه 6 سال 12 ساله متحیر باشن که در چه رشته‌ای برن، چی کار بکنن و سرگذشتشون چیه. به هر حال 10-11 ساله بودم که منتخباتی از شاهنامه و کلیات سعدی و دیوان قاآنی و غزلیات محمد خان دشتی پیش پدرم به درس می‌خوندم. قسمت‌های انتخاب شده را گاهی از روی خود کتاب، گاهی از روی خطی بسیار خوش و زیبا که خود پدرم نوشته بود درس می‌خوندم. اولین داستان شاهنامه که من درس داد و تکلیف کرد که اون را به خط خود بنویسم و مخصوصاً مقدمه اون را که شاهکار ادبی است در وصف شب و چگونگی نظم داستان از بر کنم. داستان بیژن و منیژه بود که از داستانهای برگزیده شاهنامه فردوسی است. در نظم این داستان نهایت هنرمندی و می توانید بگویید اعجاز سخنوری و سخندانی به خرج داده است. رزم و بزم، غزل و حماسه، جنگ و سلحشوری با عشق و عاشقی، خشم و شفقت، مهر و کین، وطن پرستی، شاه دوستی، تدبیر و سیاست، پند و حکمت، جنبازی در راه وطن و فرمان شاه، فداکاری در راه نجات گرفتاران و دستگیری افتادگان و نکات بسیار دیگر که به رعایت اختصار از ذکر اونها صرف نظر باید کرد در این داستان درج شده و هنوز هم اگر چیزی از اون داستان در ذهن من در حفظ من باشه نتیجه همون 10-11 سالگی است. شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. بله، چو پولاد زنگار خورده سپهر، تو گفتی به قیر اندر اندوده چهر. سپاه شب تیره، بله سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش افکنده چون پر زاغ. زمین زیر آن چادر نیلگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. هر آنگه که برزد یکی باد سرد، چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد. میدونید در معانی بیان میگوین حروف متقارب و
حروف یک حرف اگر تکرار شد در چند کلمه متوالی، این موجب نفرت و تنافر حروف و مخالف فصاحت. بله. الفاظ در زبان فردوسی مثل این که خاصیت زشتیشون از دست میدهن. ببینید میگه چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد. این گافا باید اصلا مفهوم نمیشه که این تنافری داشته باشه، بلکه بر تنتنه کلام و بر هیمنه و شکوه کلام افزوده. به هر حال بعد از اون داستان رستم و اسفندیار را پدرم به من درس داد و تکلیف کرد که اون را هم به خط خود بنویسم و قسمتی از اون را از بر کنم. خلاصه این که ارتباط من با شاهنامه فردوسی از اوان کودکی و در اثر تعلیم و تربیت خانوادگی است. به قول سعدی با خود آوردم از آنجا، نه به خود بربستم. تاریخ ایران. اجازه بدید سوال کنم که شما که اینطور شیرین از شاهنامه صحبت کردید و از دو داستان گرم و گیرای شاهنامه برای ما بگید، یعنی از شما سوال کنم که تا به حال چند بار شاهنامه را خوندید؟ عرض میکنم که بعد از اون تاریخ که گفتم از ایام کودکی تا امروز در مدت 60-70 سال 6-7 بار هر دفعه برای منظوری تمام شاهنامه را از اول تا آخر خونده و به دقت مطالعه کردم. بله. یادداشت‌های پراکنده آن در حواشی و پشت نسخ شاهنامه ها و اوراق علاهده هنوز موجوده. پاره از داستان‌ها و مواضع شاهنامه رو نمیتوانم بگم چند دفعه و چند بار، شاید بعضی قسمت‌ها رو بیش از 100 بار تاکنون خونده باشم. باز وقتی که میخوانم مثل این است که تازگی دارد. شنیدن شاهنامه به ویژه با آهنگ مردانه مخصوصش که معمول شاهنامه خوان‌های قدیم بود در گوش من بی اندازه روح نواز و لذت بخش و این مایه علاقه و دلبستگی قسمت عمده اش، همونطوری که اشاره کردم نتیجه همون تربیت و تعلیم خانوادگی و فرهنگ استوار مایه‌دار ملی است که نسل به نسل به ما رسیده است. البته ذوق فطری و استعداد غریزی نیز لازم است که اون تعلیم و تربیت رو بپذیرد. به قول معروف بیمایه فطیره. حالا میخواهم بهتون یه نکته را عرض کنم و او این است که شاهنامه دانی کار آسانی نیست. همونطور که شاهنامه خوانی هم کار آسانی نیست. البته. بله. حالا من برای شما عرض میکنم که شاهنامه خوانی یه فن مستقلی بود. شاهنامه دانی هم به عقیده من یک فن مستقل است. هر کسی در خور شاهنامه دانی نیست. شاهنامه دانی عرض کردم فن مستقلی است. سرمایه علمی و ادبی و ذوقی کافی وافی لازم دارد. به نظر من باید اشخاص ادیب فاضل اهل کارهای متفرقه رو مداخل خیزشون رو کنار بگذارن و ممحض و یکجا چندین سال وقت خودشون رو صرف خوندن
و تحقیق در شاهنامه کنید. البته جهات مختلف دارد شاهنامه که خواهم براتون گفت. بله. قسمتیشو خواهم گفت. خیال نکنید که فقط میگم چندین سال فقط در لغت و صرف و نحوش، نه. تا با زبان فردوسی و مفاهیم کلمات و عبارات او آشنا شوند و آن را همون طور که در ذهن خود او و مراد و مقصود او بوده است بفهمند و درک کنند و نتیجه آن را هم به دیگران بیاموزند و بفهمند. خلاصه این که شاهنامه دان بله. و فردوسی شناس از کار در بیاید. وگرنه از اون دست اشخاص که یک بار هم شاهنامه رو نخونده اند کاری از پیش نمی رود. به قول معروف با این دیگ‌های چوبی حلوا نمی‌توان. بله، در مورد اون کسانی که در خط شاهنامه شناسی برمی‌آیند عرض کردم شرط اصلی این است که در فطرت و غریزه جبلی دارای طبع و ذوق سالم و سلیقه مستقیم باشه. به علاوه به عقیده من لازم است که خود اونها شاعر و از رموز فصاحت و بلاغت و سخنوری و سخندانی علما و عملا آگاهی داشته باشند تا درک کنند که فردوسی در نظم شاهنامه چه هنری به خرج داده. بله. به عقیده من لازم است که دولت اقدام کنه، کلاس‌های فوق لیسانس مخصوص شاهنامه دانی تشکیل بده و یک کلاس هم در خارج از دانشکده که اونمایش کمتره برای شاهنامه خوانها، زیرا شاهنامه خوانهای قدیم آقا درست میخوندن، میرفتن پیش شعرا اساتید سخن شعرشون رو میخوندن، همونطوری که در مطرب‌ها و خواننده‌های قدیم عرب معروف بود که میرفتن شعرشون رو پیش اساتید صرف و نحو و بلاغت تصحیح میکردن، بعد میرفتن در مجامع میخوندن و در این مورد داستان‌ها هست در کتب ادبی. اینها میرفتن میخوندن. این است که حالا اما اینجور نیست. اما این کلاسایی که عرض کردم به شرطها و شروطها. میدونید شرطش چیه؟ این است که دستها نیتهای ناپاک درش رخنه نکن. اشخاص نااهل ناشایسته بر شاگردان تحمیل نشه. هر روز برنامه نو در ظاهر فریبنده نسازند که نتیجه اش دانسته آنسته کج شدن راه و انحراف دانشجویان از آن هدف عالی مقدس باشه و امثال این امور که در دیگر شؤون علمی و ادبی مدارس کشور از دبستان تا دانشکده دیده و تجربه کرده اید، احتیاج به ذکر ندارد. از اینا منزه باشه و اطراف شاهنامه را، یعنی مثلا یک کلاس فوق لیسانس تهیه کنن، متن شاهنامه را از اول تا آخر بخوانن، معنی کنن، در لغاتش در ترکیباتش تجزیه و تحلیل کنن، اون وقت برون سر مطالب دیگه آقا، تاریخش، افسانه هاش. این افسانه ها مایش چیه؟ چرا این افسانه ها پیدا شده؟ مقایسه این افسانه ها با اساطیر قدیم یونانی، هندی، چینی، اینها رو مقایسه کنن. خودش دریای علم. بله. تاریخ ایران، جغرافیای ایران آقا، حدود ایران و مرزهای ایران در تاریخی که فردوسی میگه یه تحولاتی داره. اینا چه جور تحول کرده؟ اینا عرضم این است که شاهنامه فردوسی آقا یه باغی است وسیع، پهناور، پردرخت که میوه های گوناگون علمی و ادبی میتوان از آن چید
و برای دیگران تحفه بود. تاریخ ایران